با نگاهی به اطرافیان و گذراندن خصوصیات اخلاقی اونها تو ذهنمون متوجه میشیم کدوماشون افراد معتبری هستن. افراد قابل اعتماد و اصیل خصوصیات اخلاقی شایسته‌ای دارن و همینطور اعتماد به نفس بالا در حرکات، رفتار و صحبت کردنشون کاملا مشخصه. این افراد فقط حرف نمیزنن، بلکه تصمیمات و حرفاشون رو به مرحله عمل میرسونن و همینطور شکست رو مقدمه‌ای برای پیروزی میبینن. اگه میخواید در نظر دیگران یک فرد معتبر و قابل اعتماد به نظر برسید، لازمه که بعضی رفتارها رو تو خودتون نهادینه کنید و همینطور اونها رو به عادت روزمره و بخشی از زندگیتون تبدیل کنید. پس بریم که با هم 7 رفتاری که شخصیت ما رو جذابتر و معتبرتر میکنه رو بشناسیم. سلام، من فرشته هستم. به کانال قدم به قدم خوش اومدید. اگه به موضوعات توسعه فردی علاقه دارید خوشحال میشم با من همراه بشید و کانال رو سابسکرایب کنید. مورد اول، قابل اعتماد باشید و به قولتون عمل کنید. وقتی به شخصی قول میدید که براش کاری رو انجام بدید، حتما به قولتون عمل کنید. افراد به وعده ها اعتماد میکنند و این از ویژگی های یک شخص معتبر به حساب میاد. کارها رو به موقع تحویل بدید. وقت شناس باشید، چون همه اینها برای اعتبار بخشیدن به شخصیتتون اهمیت داره. هیچ وقت قولتون رو زیر پا نذارید و اگه تو انجام اون مشکلی دارید با اون شخص در مورد شرایطتون صحبت کنید. همیشه یادتون باشه با توجه به توانایی و موقعیتتون وعده بدید که تو انجام اون کوتاهی نکنید. مورد دوم، صادق باشید. در هر کاری صادق باشید. صداقت رفتارهای خوب زیادی رو شامل میشه. بنابراین وقتی میخواید رک صحبت کنید مؤدب باشید، چون گاهی لازمه که حقیقت رو با قند بپوشونید که تلخی اون یکم قابل هضم‌تر باشه. بعضی موقع‌ها صداقت داشتن ممکنه خیلی سخت باشه، اما ضروریه. مورد سوم، وابسته به تایید دیگران نباشید. هرگز وابسته به تایید دیگران نباشید تا احساس آزاد بودن در وجودتون جاری بشه. اگه این کار رو انجام بدید، عملکرد شما عالی و احساساتی مثل ناامیدی و محتاج بودن از شما دور میشه. ناامیدی و محتاج بودن از عوامل اصلی مسدود کردن فرصت‌ها و موفقیت‌ها به شمار میان. افراد معتبر به طور مؤثر از زمانشون استفاده میکنن. در صورت نیاز مهارت نگفتن دارن و نسبت به انجام چیزی که براشون مهم و ارزشمنده کاملا متعهدن. برای اینکه شخص معتبری باشید، باید در خلال خطرات مختلف تصمیم‌های درستی بگیرید. مورد چهارم، رازدار باشید. اگه افراد با شما صحبت میکنن و چیزهایی رو میگن، یعنی به شما اعتماد دارن و این پیوندیه که هرگز نمیشکنه. پس باید از این اطمینان و اعتبار به دقت محافظت کنید. همونطور که میدونید اعتماد یواش یواش به دست میاد و یک دفعه از دست میره. مورد پنجم، از شایعات، غیبت و کنایه بپرهیزید. هیچ کدوم از این موارد صفات خوبی نیستن. بنابراین سعی کنید خودتون رو درگیر شایعات نکنید و تسلیم پیشنهادهای موذیانه افراد نشید و همینطور صریح صحبت کنید. با گوشه و کنایه صحبت کردن اصلاً برازنده افراد معتبر و اصیل نیست. مورد ششم، دروغ نگید. مواقعی پیش میاد که به نظر میرسه فریب و دروغ تنها راه بیرون رفتن از یک ماجراییه، اما در نهایت حقیقت برملا میشه. پس بهتره که قبل از دروغ گفتن کنترل همه اتفاقهای بد رو در دست بگیرید. فرد اصیلی باشید و حقیقت رو بگید و از وسوسه پوشاندن واقعیت دور بمونید. شخصی که از اعتبار لازم برخوردار باشه مدام دنبال تایید دیگران نیست. این فرد نوعی تصدیق و تاییدیه درونی تو خودش احساس میکنه. رسیدن به این مرحله به صرف زمان، کسب دانش، تلاش و تمرین نیاز داره. مورد هفتم، در صورت نیاز عذرخواهی کنید.
اگه اشتباهی مرتکب شدید به افراد بگید و از اونها معذرت خواهی کنید تا اینجوری شخص معتبری به حساب بیاید. شاید بعضی وقتا لازم باشه دلیل انجام کاری رو توضیح بدید. این به شرایط بستگی داره. بعضی وقتا بهتره فقط بگید متاسفم و اشتباه خودتون رو بپذیرید. بعد تمام تلاشتون رو بکنید تا اون اشتباه رو جبران کنید. همیشه تمام تلاشتون رو بکنید که فرد اصیل و معتبری به حساب بیایید. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.